چی گفته استرایی؟ چه خیلی بالا دادار در روم شمارم مرده اکای پاسپون مونت من در رویم من میدرویم سردی اکبر میدرویم نزی دادم رفتم میخوام یا نجیبم زود باشید زودتر مورو خودش چی گفت؟ اکا بخیر است؟ چی نبودم؟ آنجا یک تو رزیل بشکو همون را تیر زدم اینجا شعبه امنیت نیست که به هر کس فرمان فرمایی کنی ترتیب اینجا دیگر است احوالش چی خیل باشد؟ چی خیل میشود؟ افتاده آغشته به خون است مرده است مگر؟ نیتی کاری مردان زنده بادا التماس اینجا رو خالی کنید زودتر خونی بسیار از دست داده است زود با بیمارخانه باید ببریم میمیرم نمدو نجیب نمیرم پیش چشمم میمیرم التماس آروم شد التماس میکنم خودشون رو با دست گیره دادم پدر و مادر دارم من همسری نجیبم این فرزندان اپا تمام باشد نوری دیده خودی سر لیکن در بالا میمونم مرا فهمید اپا اپا شو خوری شده خدا فرو با دست کنه خویش بیانی تاجری نده منم خوشی تاجری شکل اپا دستم بچه ها یکی با زودتر تستر بچه ها نجیبم رو نجونده همان گوش کنه کدام به شرف این کارو کرده باشد آماده باشد که شیری داده ای مادرش را از بینیش میبرارم سوختت شما معاف شده بسته را کجا کردی؟ بسته پرید دهانت رو هم بسته نگه دار هر دوی ما میسوزیم مرده باشه دیوانه او را تیکه تیکه کرده زنده میماند مگر یک باری دیگر میگویم این کار را کدام حیوان کدام بیشرف کرده باشد مرد بر این براید و گوید که این کار را من کردم زودتر باشید زودتر احمق در این حالت آدم زنده میماند مگر حالا زنده است اما احوالش خیلی بد است زودتر احوالش خیلی بد است گوش کن مرده باشد بله کیهان مرده است گرسل سپارش را نکردی او نمرده است میفهمی زنده چه؟ نمیدونم زنده مانده است اینقدر تیغ زدم این کار کردت رومان پروا نکن به بیمارخانه نرسیده تمام می شود زود تنه به درون درآید زنده مانده درآید تستر نجیب اپا جان مانعه کار نشد باید زودتر ببرید اپا جان ما اینها کارشان را انجام دهند ما خودمان از آقی با ماشین میرویم دیگه گوش میدید اویسته آروم شده دفعه آروم شده بیمار خونی بسیار طلب داده است زودتر جراحتخانه را آماده کنید نبضش خیلی پست گروه خونش به مینوس
نجیب سردار را به بیمارخانه میبریم. ما از پسشان هستیم. گروه ها تدبیرهای لازمه را بینید. راه ها را آزاد کنید. فهمیدید؟ تمام. خدایا به نجیب رحم کن. ناخوشته کرده. مادر التماس آروم شوید. حاضر به بیمارخانه میرسیم. دکترها اکای نجیب را البته نجات میدن. آروم شوید دختر التماس. نمیدانم چه نجات مییابد. چه خیل نجات مییابد. مثل مرده بود. آنجا جان بسه دادم نجات نیابد. دیدید که میرسیم. قریب که رسیدیم. کمی تیزتر التماس. تیزتر التماس. تیزتر. گرید زود به جراحتخانه برید. زودتر. آجیلان جراحی بود. اتاق جراحی تیار است؟ آره تیار است. برو زود به درون بروید. خونی زیاد رفته است. اما جراحی میکنیم. من حاضر. اما که دکتر دادم رو نجات نده. هرچی از دستمون آید میکنیم. انشالله نجات میده. تو هم میخوایی ما را کمک کنی؟ البته میخوام. چی کار کنم؟ بسیار دعا کن. اونگاه نجات نیابد. خدا دعای تو بر این بچه شیرینش رو بر نمیگردن. ما از دستمان آمده را میکنیم. خدا هر چی خواهد همون میشه. مایلش اما که دکتر نایستاده دعا میکنم. با اجازت شما. خدایا دادای ما رو نجات ده. التجا میکنم خدایا دادم رو نجات ده. زودتر بچه ها همه جا را کابید. اطاعت رفیق سردار. همه جا را یک به یک کابید. جایی نکفته نماند. پان دمی که همان آهن را یافته به من نشان ندهید. نام نیکی خود را با تیغ سیاه شما افلاس نخواهند کرد. کسی این را کرده است به جزا نخواهد ماند. اما خواهی به شرم به آرها. مرا با دقت گوش کنید. درست‌تر کابید. زودتر بچه ها زودتر. مرا شنیدید؟ همین که تیغ را یافتم میدانید من به شما چی کار میکنم؟ شنیدید من چی گفتم؟ کی کرد این را؟ کی کرد این را میگویم؟ گپ زنید زبانتان را فرو برده. یعنی کسی ندیده است وقتی آزاد شدن نجیب سردار رسیده بود بیچاره را تهمت کردند. شما انصاف دارید یا نه؟ یگان تحتون وجدان ندارید. لیکن من میدونم با شما چیکار کنم. همتون در جنایت شریکید. همتون را نسوزانم آدم نباشم. احوال را بین دوستم. این چه دهشت. احوال سردارم را ببین. کاش که در جای او من می بودم. یا من هیچ نباشد زن و کودک ندارم و در خانه هم کسی انتظارم نیست. چی می شده باشد؟ غیر از نشسته انتظار خبری دختران شدن علاجی نداریم. رزیلانی که این کار را کردن حاضر توی دارند. مگر ما می توانیم این را تحمل کنیم؟ گوش کن جورا جون. سردارمون صحت شود و اگر گوییم که ببخشید گناهگار رو نیافتیم حاضر برایمان توف کنید. او به ما چی میگفته باشد؟ حاضر ما باید او را یابیم. شما در اینجا چی غوغا میکنید؟ شوهرم در دمی مرگ است. شما اینجا نقشه قصاص میکشید. درونم میسوزد. یابید هم چی میشود؟ به حبس روان کنید هم چی میشود؟ اپا جان حاضر ما باید هم دیگر رو دستگیری کنیم. این گپا رو یک طرف مانید و بیایید اینجا نشینیم. اپا یعنی چی؟ ما گناهگاران را نیابیم؟ از آنها قصاص آمان را نستانیم؟ بس من از شنیدن این گپا بیزار شدم. آخر همه چیز عیان است.
شامو سحر کار کرد دنبال آدم ها حیاتش را نابود کرد حاضر در روی میز جراحی جان میکنه عاقبتش چی میشود خدا میدونه آچا جان شما چه ها میگوید؟ دروغ است نجیب مرده ایستاده است ابا چه شد شما؟ همشیره رو فرود کنید من جیغ میزنم آچا سرکمیسر گناهکاران دستگیر شدند. بگوید گناهکاران دستگیر شدند؟ بتوانید. جنایت به حادثه رشوه‌گیری علاقه دارد؟ یگان چیز گفته میتوانید؟ التماس به حالمان گذارید. در چنین احوال التماس ناراحت نکنید. حال سرکمیسر خوب نیست بنابور گیرم. احوالش بد است چیزی نمیگوید. در این موضوع خبری چاپ کرده نمیتوانیم. انشاءالله زنده میماند. حتما باید زنده ماند سردارم. اگر شما بمیر به ناموس و شرفم قسم که یک نفری از آنها را زنده نمیمانم. به سرشان بلا میارم. این دنیا را برایشان جهنم میسازم. زخم دیگری در نزد دل است. نبضش پس فراموده ایستاده است. خونروی من نشده ایستاده است. بیمار از دست میدهیم. عاجلا به خون احتیاج داریم. زودتر باشید. بیمار میرود. عاجل کاری باید کرد. شوک الکترونی را آماده کنید. سه، دو، یک. یکون چیز گوید التماس چیزی گفته نمیتوانم. من باید آقای همشیره با دادم چی شد؟ یا اینکه جراحی بد دوام شد؟ دارد. سه، دو، یک. آماده. همشیره خانم التماس راستش را گوید احوالش چخیل است من حالت شما را میفهمم التماس اجازه دهید کارمان را انجام دهیم. امید هست خانم جان. جراحی دوام دارد. همین که به آخر رسید من به شما خبر میدهم. بزرگی همه چیز در دست خدا. خدایا همش خوب میشه. ابا جان گذارید در اونجا شینید. گذارید. یگید کجا شد؟ به بیرون برآمد. سه، دو، یک. یک بار دیگر میسنجیم. سه، دو، یک. شکر خدا که برگشت. دکتر خون تیار است. زود آماده کنید همه چیز را. کارمان دراز است. به خون احتیاج داریم. با پرکرور، با مدیر امنیت، با روزنامه نگاران، با مردم چی میگویم؟ مگر آسوده میمانید؟ از بینی همهاتون میبرارم. با من جواب دهید. تو هم گناهکاری. من به شما یا نشان میدهم.
آقای مدیر ما همه به هوای تازه برآمده بودیم. چه هوای تازه؟ شما را برای هوای تازه کی به بیرون برآورد؟ پاسبان جواد. کنی تو به من جواب ده جواد. موافق امر شما مدیر. محکوما رو برآورده حجره را کافتوکاب کردیم. خودتان گفته بودید که هر روز یک مرتبه کافتوکاب کنید. همه بیرون برآمده بود. در اینجا کسی نمانده بود؟ آقای مدیر پس از ما یک دو نفر مانده بود. کی بودند آنها جواد؟ یک دو نفر در حجره مانده بودند. نه مدیر، هیچ کس نمانده بود. دروغ میگوید. من خودم آنجا بودم، کسی نبود. مدیرم، آلات استفاده برده را یافتیم. من فرزندهایم قسم میخورم که گناهکار را دیر و یا زود مییابم. جنایتکار مخصوص میسوزد. شما که میدانید و سکوت دارید یک جایم میسوزید. کسی داند حاضر برآمده گوید، وگرنه از اینجا برآمدن مشکل. تا من هستم در همین جا میمانید. тамошобинони муҳтарам, сардори шӯъбаи амният Наҷиб Юлмаз бегуноҳ дониста шуда ҳангоми озод шудан аз зиндон захмӣ мегардад. 2 соат аст ки дар мизи ҷарроҳӣ хобидааст. духторон ҳолати ӯро хеле вазин мегӯянд. интизор این دعوا هم دراز کشید. در حقمون هر روز تهمت‌های تازه پم می‌گردد. خیریت که نرسیدن نقشه تبدلات به دست واسطه اخبار عامه برایمان یک بخت کلان شد. در این بین برادر اوگای من تلف یافت. нақшаҳои табаддулот яктарафистад нусхаи он дар дасти рӯзноманигор ҳикмат балай аст. ба кадом ахлорус меояд? чӣ гуфтаем ва чӣ кор кардаем ҳамаро сабт кардааст. аҳмақ, ӯро беақл медонистем. чаро чунин хато мекунад? ақлам намегирад. ноимкон аст. ҳоло дар дасти онҳост. با کسی واخوری کنند در دفترشان ثبت میکنند، گویا که در تاریخ میمانند. ما که کار رو به سامان رسانیم، دیده و شنیدهشان را چون خاطره نشر بکنند و صاحب پول میگردند. ما از پیچه هستیم و آنها از پیچه هستند. همه را یک طرف مانده یک عملیات دهشتناک را باید آماده کنیم. آقا شما میدانید که ما آماده ایم. از این پس امنیت هم خود را بیکار حس نمی کند و ما را به حالمان نمی گذارند. احوال را بینید، از برای حمایه خیش فرصت نمی یابیم که نقشه این نبی بکشیم. آتش جنگ هم تفسانتر شد. دوی ما در کشمکشیم. فرخ، این جنگ تنها میان دو قوه نیست. جنگ میان صاحبان اصلی که سندهای دولت در دستشان است و پادبانهای پایلوچ و گرسنه‌اند. این خیل نمی شود که پریده آمده از بالای صنفی حکمران کشور را صاحبه کنند. یا در دست ما میماند و یا جنگ و جدال ادامه مییابد. نیتی از دست دادن این مردم را هم نداریم. آنهایی که بیچاره‌اند و با این احوالشان حتی حقی فکر کردن را هم ندارند. агар онҳо бо шиёри ин асри мост амал кунанд, ба зидди мо бароянд, ба онҳо боварӣ бештар мегардад. ҳамаи балоҳо ба сари мо мерезад. бояд гуфт ки ин оқибати хуб надорад. албатта, дар кадом сатҳ қарор дошта бошем ҳам бояд иғвою террорро дар миёни мардум ташкил кунем. фикр кунанд ки дар киштие нишастанд ки бодбон надорад. андеша кунанд ки бо ин киштии бебодбон тақдирашон чӣ мешуда бошад. ҷаҳаннам. و یا خود را در ورطه ترس دارند. بله، باید دانند که هر وقت در 4 کنج این کشور ورطه ترس تولید می‌گردد. برای سردار یک بسته مهم آوردم. چی بسته است؟ باید به خودشان رسانم. نقشه هاست مگر؟ بله، از حبسخانه. حالش من میگیرم. درایید. بیا کبوتر بیا. بسته برایتان آمده است. خیلی خوب، کنیده یک بینیم این نقشه تبدلات مشهور را. کبوتر این خودش چی است؟ نقشه های تبدلات سردارم. مطمئنی؟ چرا گردن بند را نگرفتید؟ کنی زود این را گیرید. ببخشید، از سراسیمگی ندیدیم.
فرخ این شرمندگی است. نقشه ها کجایند؟ پاسبان گفت که روزنامه‌نگار به نجیب داده است. همین باید باشد. پس این چیست؟ نقشه نیست، یک کتاب است. کتابی که برای فرزندش امضا کرده است. هممون بازیچه شدیم. اگر به دست پروکورور و یا وسایل اخبار عامه رسد، هممون مثل سگان کوچه مجبور بشویم که گریزیم. ممکن است حال هم دست نجیب باشد. از کدام قبری که نباشد یابید. حاضر کسی را چشم دیدن ندارم. نقشه ها که یاب نشود کسی از شما زنده نمیماند. اطاعت سردار. برایت. جورا جون چی خبر؟ یگام بهبودی هست؟ نه حالا هم احوالش وزین است. جراحی دوام دارد. غیر از دعا از دست ما چی هم می آید؟ امیدم به خدا. من نمیخواهم که سردارمون هم شهید گرده. جورا جون تو اینقدر دلتنگی نکن. انسان در هر صورت برد میکند. لیکن چی جای بحث است؟ اگر حاضر دکتر براید و گوید که در بین 2-3 روز شفا مییابد، چقدر خرسند میگردیم. دستم برای وطن مردن البته شرف است، اما برای زندگی کردن هم حق داریم. باید زندگی کرد. برای بخت و سعادتی دیگران زیستن نشان ایمانداری است، قرض وجدان است. سردار از جراحی برآمد. حالا هم دوام دارد. شما چیکار کردید؟ یگون چیز یافت شد؟ آلات جنایت یافت شد. برای تفتیش روان کردیم. اما فکر نمیکنم که ایزی انگشت براید. اسباب جنایت چی بوده است؟ گویا که تیغ بوده است. تیغ بوده است؟ خوب هستی سرکمیسر؟ خوب نیستم حقان، خوب نیستم. چرا با من سوال میدهید؟ چخیل خوب شوم؟ سردارمون رو یک چند تیغ زدن. ما باشیم تماشابی شدیم. تا امروز او به هممون نه تنها سردار بلکه پدر هم بود. ما چی کردیم؟ او رو غم دادیم و قهر و ناز کردیم. مراتب از ما نرنجید. خود رو خوجایی نایستابید و بر ما غروری هم نشان نداد. دوستم اگر او نمی بود ما را از این کارهای ها برکنار میکردند. هممان را او آدم کرده است. حاضر از دست ما چیکار می آید؟ او در دم مرگ است و ما ناعلاجیم. همین از مردانگی، همین از جوانمردی. چی کرده باشد؟ اگر اندکی دلیل میافتیم حالش رو تمام میکردیم. لعنتی را. سرکمیسر، چند ساعت پیش از تیغ زدن فرخ و کبوتر در حبسخانه بودند. حاکم تو چه ها میگویی؟ فرخ؟ به خدا سرکمیسر راست میگویم. شاهدان هم هستند. عجیبی که در ثبت‌های نواری هم هستند. چی درد باشد که خودشان پنهان نکردند؟ البته که این دلیل شده نمیتواند. میتواند گوید که گپ زدم و برآمدم. فرخ، اگر پوستت را نکنم یگید نباشم، تا تو را یافته مثل بلبل گویا نکنم آرام نمییابم. سرکمیسر به کجا؟ به قبرستان خون. این جورا سر دهید را التماس سر دهید. برادر دیوانه نشو. ما از این کار ضرر میبینیم. سردارمون در دمی مرگ. دیگر ما کی داریم؟ آخر کی داریم؟ گپ زن چی داریم؟ سردارم همین احوال رو بینه چی میگوید؟ فکر کن چی میگوید؟ من رفته گلوی آنها را بخی میکنم. یا با من بیایید یا اینکه مانعه من نشوید. ای حاکانه. جورا جان نیست. جورا جان در کشو. در کشو. زود باشه دست بش میرویم. خودش رو به خودم میسوزاند.
الو تشکر دخترم چیکار کنیم انتظاریم همینجا تشکر دخترم از دستمون به جز دعا چیزی دیگر نمی آید تشکری زیاد همش در دست خداست مایلش کیروز جان آپا جان این کیروز بود بله از تلویزیون دیده است با دو گناهایش فالک شدند هم برای نجیب هم برای ما دعا می کنند خدا از راضی باشد خیلی کاری خوب کرده است ما هم تا جایی که می توانیم برای اکای نجیب دعا می کنیم خیش و تبار را هم گوییم که آنها هم دعا کنند نجیب دایم می گفت که هر قدر دعا بیشتر باشد نزد پروردگار مقبول است کسی امکان دارد خواند اوچه راستش رو گویند دیگر طاقت ندارم طاقت نوربانو جانی آبا جراحی دوام دارد آخر اوچه چرا اینقدر دیر دوام کرد میدانم که مرده است چون که جراحی آسان نیست دخترم وقت میگیرد تو کمی آروم نمیشوم دادم را برارم دادم دخترم آروم شو باید این را بر وقت پیش بینی میکردم چخیل به عقل نرسید فرخ تو انق در این کار دست داره لیکن با همین کار تمام سرکمیسر کجا می رفته باشد؟ دیگر با کجا هم می رفت یک فکر کن پیش فروخ البته آفرین آقای فروخ نجیب سردار یک رو برآمد کوشش زنده ماندن دارد برادر اوگه ما همین خیر است امیدوارم که نمی میرد کشتن او به دست من زیب دارد دادم را دیدن بخواه همش میگذرم آروم سردی برا سردی دادم بس شد همش خوب میشود شدت زیاد میشه همش میگذرد همش خوب میشه دادم مرده همش خوب میشه آروم نشده ایستاده من از دادم بروم شد آروم شو دادم را دیدم بخواه همش خوب میشود سردی دادم را دیدم بخواه شد جانکم شد دادا همش خوب میشود دادا چقدر تیره که داشته باشد نصیب تو می شود همه تیرها را در دهانت خالی می کنم باز پر می کنم و باز خالی می کنم بچه ها در آنجا همه آروم باشید نه اجازت گفت و گپ داریم نه یگان چیزی دیگر سرکمیسر خودش را در بلا میماند
агар нарасим фаррухро мекушад. фаромӯш накунед, танҳо йигитро гирифта мебароем. ҳамин қадар, фаҳмо? фаҳмо, фаҳмидем. ба куҷо ошно? ман ба дарун, то ба беморхона. таҳноро кушо. برادر با آتش باسی داری؟ احمق، من خودی آتشم، حتی آتش جهنم. حاضر مرا به نزد راهبری احمقت میبری. تستر. آها، ما مهمان داریم. این باز از کجا پیدا شد؟ یا اینکه فهمید است که نجیب را تیغ زده ایم؟ احتیاط باش. این برای نجیب تردار. این هم بس است. آقای بس است. التماس مصلحت میکنیم. التماس نتوانیم مصلحت کنیم. التماس مصلحت؟ حتی نفس هم نمیگیری فرخ. به چشمانم نگاه کن فرخ. پیش از مردن به چشمان قاتلت نظر کن. تو چقدر حیوانی. از سردارم چی میخواستی؟ مرد میبودی با من یک به یک میبرآمدی، لیکن تو جسارتی مردی هم نداری. به فکرم خطاگیر رخ داده است. با پای تو خار خلط هم از ما میبینی. دیگر از کی هم بینم؟ رفیقان یک دقیقه ایستید. آرام، تو لاشخور گپ نزن. نوبتی تو هم میآید. آرام، دستانت رو بردار. جنبید. نه جنبید. در جایتان ایستید. بچه‌ها چه خیلی که گفتم همه آرامانه عمل کنید. دستانت رو بردار، نباشد معاینت رو به 4 طرف پاش میدیم. اول من. سرکمیسر از درون آواز میآید. زود. پلیس سلاحیتان به مرد دارید. تا همینجا چیزی از دستمان آمده رو کردیم. اصلا دیگر کاری نمانده است. همشیره، اهل خانواده شما رو انتظارند. به آنها چی میگویید؟ مایلش من گپ میزنم. سال هاست که همین کار رو میکنم، لیکن خبر ناخوش دادن را عادت نکردم. آقای دکتر چی شد؟ احوالش چخیل است؟ یگون خبری بد است. بچه ها شما از اینجا براید. من تا این حرامی ها را نکشم نمیبرایم. میمیرند یا میمیرند به من فرقی ندارد. جورا جان، ترکی خالی کردیم عفو میگردیم. به خاطر سردار سلاحت رو فرار. از اینجا روید. التماس. به تو به هیچ کجا نمیرویم. گوش کنید. یگید سلاح را پرتاید برآمده روید. شکایت هم نمی کنیم. این حادثه بی‌معنی را فراموش میکنیم. جورا جان، التماس سلاحت رو پرتا. اکنون کار از کار گذشته است. نمی شود. شما با ما روشن گپ زدن میتوانید. از دستمان هرچی آمده رو کردیم. خودتون میدانید که احوالش بسیار بد است. زنده میمونم. همش در دست خداست. شما چی گفتنی هستید؟ حاضر بیهوش است. باهوش می آید یا نه این در دست ما نیست. اگر با احوالش نظر کنیم باهوش آمدنش ممکن، اما از خدا ناامید نباید شد. حتی امید هم نیست. چی خیلی که گفتم باش بد است، اما خودش شخصی با قوت است. با شما جوابی پر را داده نمیتوانم.
лекин доимо ҳодисаи ғайри тиббӣ рӯй медиҳад. ҳамаамон дуо кунем. خدایا барои наҷиб сардор ҳамин лозим аст. ҷураҷон, ё аз ин ҷо зинда мебароем ва ё ҷасадҳоямонро аз ин ҷо мебаранд. қарор аст дӯст. سردارتون را مثل غیربالی کهنه کردن. چی خیل آدم هستی؟ کنی پرام بینیم چی قدر مرد هستی؟ اقلا شما خاموش استید. چی گپ در اینجا؟ تو در اینجا چی کار میکنی؟ برای فرخ مژده آوردم. چی بوده است؟ نجیب سردار را از جراحی برآوردند. زنده مانده است. زنده است؟ جورا جان خوش خبر را شنیدی؟ لیکن بیهوش است. هیچ گپ نه. آن هم میگذرد. جورا جان سلاحت رو در غلافش انداز. من از این نجیب سردار میرویم. اگر این کارت رو فهمد خیلی هم غمگین میگردد. حالا همه به امید ما است. گوش کن فرخ. ملخک یک بار میجهد، دو بار میجهد، آخر به دست میافتد و تمام عمر عذاب میکشد. تو هم راست میگویی گیت. تا امروز با تو ملایم رفتار میکردم، اما از این پس روزی شناسایی امان را روزی ماتم بین المللی اعلام میکنیم و چنان دردهای روبرویت میکنم که خیال کرده نمیتوانی. این دیوانه را گرفته زود دفع شوید. میبینم که آواز کبوتر هم برآمد، مثل بلبل به خواندن در آمد. از ترس قریب بود که همه جا را تر میکردی. بیا بریم جورا جان. جورا جان کاری خوب نکردی. این رفتارت کاری ما را تنها دشوارتر میکند. فکر کن. ای برادر، پس چرا آمدید؟ چرا آمدید؟ چرا نماندید که او را پرانم؟ گویا که من مردن او را نمیخواهم. میخواهم که جزای کاری کردهش را بیند. لیکن ما اطاعت کاری قانون هستیم، پلیسیم، نه اینکه گروه سلاح بد است. برای همین دست و پایمان به قانون بسته است. من نمیخواهم دست و پایهایمان بسته باشد. تو خطا میکنی. جورا جان ما قاتل نیستیم. ما از آنها فرق داریم. خود را به نادانی نزن. خودت را به دست گیر. باید به بیمارخانه رویم. رفتیم بچه ها. نجیب نجیب من رو میشونمی. نجیب اپا جان حاضر شما رو نمیشونم که من رو میشونم. نجیب زیاد میشوی. نجیب خواهش میکنم با درون نزن. انا دوستم شعبه احیا. همشیره بیا میبخشید. جراحی تمام شد. لیکن دکتر میگوید که حالشون خیلی وزنین است. نخود. خدا بزرگ است. از وقتی که در اینجا بیکار ایستاده ایم بیاید همه یک جا دعا کنیم. حاضر فقط همین چیز لازم است.
میدان ملکه نزدیکان ما یکایک ما را ترک میکنند. акаи наҷиб ҳоло дар ҳаёт аст йигит? به درد و رنج شنان عادت کردم که اگر روزی رنج نکشم به راحت خوابم نمیبرد. تمام وجودم را درد فرا گرفته است. درد. لیکن از دستم کاری نمی آید. از دستم کاری نمی آید. نتوانم. و این از همه درد گران است. همش رو پسی سر میکنی میگید؟ تو باور داری؟ بله، یک جا پسی سر میکنیم. اسبابی که با آن نجیب را زدند برای سنجش روان کردیم، اما در آن پی دست نیست. هیچ کس ندیده است؟ خیلی تهدید کردم، همتون را میسوزانم گفتم، اما دهان کسی گشاده نشد. میدونند که همشان جزا میگیرند، اما کسی حرفی نزد. بیا. سردار، یکی از محکومان برایتان چیزی گفتن میخواهد. گوی درآید. خوب شده است. مدیر، امروز پاسبان جواد همه را برای هواخوری بیرون کرد. گرسل با رفیقش بیمارم گفته در حجره ایستادند. همین خیلی گویید؟ زود هر دوی آنها و پاسبان جواد را جیغ زنید. جواد برآمده است. برآمده باشد هم او را جیغ زنید. التماس این را از من نشنیده؟ پروا نکن، سی را نگاه میدارم. زود به حجره رو. حاضر به خانه می درایم یک نازنین. تو اینجا عذاب کش. خب سحر ما میخوریم. آقای فرخ، جواد آماده ایستاده است. برای تأخیر کردن جزایش را باید بیند. سحر می آیم برادر. در این بیوقتی چی گپ است؟ مدیر؟ خب مایلش می آیم. ای توبه، بیزار شدم از کار هم از این حبسخانه هم. بیزار شدم بیزار. در این نیمه شب نمیمانند که دمی بیغم زنی سبیل مانند. جواد به درون در آمد. انتظار میشویم. می برآمده باشد. چرا نمی براید؟ محبوس نمی براید. پاسبان البته می براید. البته می براید. همین که برآمد می برداریم. آقای فرخ سرتون درد دارد. این چیست؟ داروی درد سر. چی کار میکنم این را؟ از این پس داروی درد سر لازم نمی شود. ما کله میگیریم کبوتر، کله میگیریم. برای سردارت غمگین شدم. اگر خواهی که درد و غم کم شود جنایتکاران را با من ده. پرونده در جای پیشینه. نام پاسبان جواد. انیق او در این کار میانه رو است. اما کی تیغ زده است من نمیدونم. دیگرش مهم نیست. از جواد شکل پرسیدنم را میدانم. نام و نشانه‌اش در پرونده است. محافظ جواد، انتظار شو. چه خیل بلبلکت به خواندن می درآید.
حالم که رفته ای حیران هم نمی شوم. جواد کو بیا جواد بیا. این دو نفر از حجره نبرآمدند. گفتی که همه بیرون برآمده بودند؟ این خیلی نشده است مدیر. این را با شما کی گفت؟ پرنده ها گفتند. تو را سال گذشته نجیب سردار دستگیر کرده بود، درست است؟ درسته که ولی ما به این حادثه ارتباطی نداریم. اکاد نیست، پرکرور است. شما کردید، راست بگویید. تا برآمدنمون از اینجا 2 روز مانده است. نخود خودمان را به این گناه آلوده کنیم. 2 روز 3 روز خیر چی؟ شما کردید. سردارم یک چیز را فراموش کردم که گویم. این 2 نفر بیمارم گفتند. من نگفتم، مجبور برآوردم. مایلش برایید. هر دوی شما را دیدن نمیخواهم. چی میگوید آقا؟ باید جواد بعد چیزها را شنیده بودم. گورسل هم آدمی خوب نیست. اما اینها برای ایبدار کردن بسنده نیست. افسوس. به هر حال یک رشته به دست آوردیم. اگر خوب پیگیری کنیم ما را به جای میرساند. التماس از 5 دقیقه زیاد نیستید. خوب. بیا الپرین از این طرف میبینیم. الو خاطر نشو کیروز، به تو البته خبر میدهم. نجیب نگاه کن، همه همینجا. کیروز هم چند مرتبه زنگ زد. برای تو دعا میکند. چشمانت را کشو، چشمانت را کشو که بینم. کودکانت خواطرم. خواهش میکنم مرا تنها مگذار. من این بار زندگی رو برداشته نمیتوانم. کودک ها به تو معاف میگردند. نجیب شفا یاب. خدا رحیم کریم و بخشاینده است. همه زنگ زده میگویند که دعا میکنیم که نجیب شفا یابد. برای شفای نجیب همه همان دعا میکنیم. حتی فرزندهایت هم دعا میکنند. نجیب اقلا به خاطر فرزندهایت التجا میکنم. خدای آقای فروخ؟ کنی سوار شو جواد، کمی با تو گپ زنیم. در این به وقتی چی گپ میزنیم آقای فروخ؟ تو سوار شو، گپ یافت می شود. سوار شو. آقای فروخ ما یگان خطا کردیم مگر؟ جواد یک خطا نه چند خطا کرده ای. جوابهای دادت به جوابهای اصل راست نمی آیند. همان را درست می کنیم. تستر ران. حلیمه شهید شد. تیمور شهید شد. نخود تو هم شهید شدن میخواهی. البته از تقدیر راهی گریز نیست. همه در پیشی آن عاجزند. چاره ندارند.
سرنوشت تغییر ناپذیر است، اما به فرزندان هم پدر لازم است و هم مادر. میدونم که حاضر گریه مرا شنیده ناراضی هستی. من شهید میشوم و تو گریه میکنی. چی کار کنم؟ من هم دل دارم. از چشمم اشک میریزد. در اختیار من نیست. همشیره خوش میکنم یک ببینه. بیرون برایت خوش. چی گپ شده باشد؟ چی شده باشد؟ اوچا بدادم چی شد؟ البریم همش خوب میشود، ناز میشود. البریم دکتر جان یاری دیگه. هیچ رو نمیفهمم. کنی فرا آقای فروخ، نصف شب در اینجا چیکار میکنیم؟ هر چی که از من خواستید کردم. نه نقشه ها رو یافتید و نه نجیب را کشته توانستید. دو تیر زدید، هر دوش هم خطا. نقشه ها رو دادم کو. احمق، نقشه های دادت کتابی کودک ها برآمد. کجا شد نقشه ها؟ به دیگر کس دادی چی؟ به کسی دیگری ندادم. قسم به جان دو فرزندم. فرزندهایت جسد تو را بوسه میکنند. التماس میکنم نکشید مرا. کلمات را عرضه کن. التماس میکنم نپرانید، نکشید. التماس. نبضش خوب نشده است، بدتر شده ایستاده است. تجهیزات را آماده کنید. دادا التماس نمیر. آقای ممدو، احوال دادم بد است. من میدونم اما شما نمیگویید. بعد باشد چی میشود البریم؟ احوالش کمی بد شد. در چنین وقت خداوند به او قوه عطا میکند. نخور. تو یگان مرتبه درباره حادثه شهیدان قصه شنیده ای؟ نه. خداوند کارهایی میکند که عقل انسان نمیگیرد. نخور. آره. قربان شوم. خودی با دادم همچنین میکند. خودش. تو غمگین نشو و امیدت رو نکن. اوچا من دیگر نمیتوانم. اوچا با شما چی شد؟ چی شد؟ دست و پایم میلرزد. اوچا عزیزانم. خس راستیست. چی؟ من نمردم؟ هنوز نه. کنی بگو نقشه ها در دست کیست؟ با شما گفتم کو. با نجیب داد. با چشمان خودم دیدم. حاضر چشمانت را میکابم. این فاجعه برایت میگردد. با کی دادی؟ یگان نمود نقشه نبود. بود آخیر. پس کجا شد؟ روزنامه‌نگار به نجیب هم کتاب و هم گردنبند داد. ممکن در گردنبندش باشد. چی خیل گردنبند؟ گپ زن. التماس میکنم مرا نکشید. خواهش میکنم. کنی گپ زن. چیکار کردم من نمیفهمم. مرا مسخره کرده ایستاده ها؟ مسخره میکنی؟ آقای فروغ نقشه ها نمیگنجد اما در کامپیوتر جا میشود. چه گفتنی هستی؟ نقشه هایی که شما میخواهید ممکن در کامپیوتر نوشته شده است. فکرت همین است؟
سردار من فرخ، پاسبان جواد میگوید که روزنامه‌نگار گونگار به نجیب گردن بند داده است. نقشه ها در آن جای داده شده است. فهما سردار، حاضر آنجا پرغوغاست. اطاعت سردار، خدا حافظ. میگوید که کار را به خطر نگذارید و گردنبند را گیرید. من بیمارخانه را خالی میکنم. این را چیکار کنیم؟ تیز از اینجا رو، دیگر به چشمم ننما. یگون چیز میخوردید؟ آخر روزی در روز چیزی نخوردید؟ نه دخترم، اشتها ندارم. هنرپا خیلی دیر شد. شاید من کودکان رو گرفته روم. خیلی خوب می شود. من دادم رو مونده هیچ کجا نمیروم. من هم. شما به خونه روید بچه ها. به این هم ایستادنتون معنی ندارد. پدرتون زیر نظارت است. هنرپا، اگر شما هم کمی استراحت میکردید خوب میبود، لیکن شما راضی نمیشوید. نه نمیروم. نجیب به خود آید مرا میپرسد. اوچا من همه ایستم، در یک کرسی جا میگیریم. نه نگوی جونکم، اپای ملکاتون راست میگوید. شما چی؟ در اینجا تنها میمونید؟ خواطر نشو، من اینجایم. روید رفتیم جونکم. چیزهایتون رو فراموش نکنید. مایلش خیر اوچا جان. خیر هنرپا، تو بازدید. خیر میم. میمدو، یگیت کجاست؟ نمیدانم، شاید با فاتح سرگردان بودگیست. بیا محافظی در این جواد. بیا که در دل حسرت نماند، وگرنه شب خوابم نمیبرد. ببین دهانم خشک شده است. از دست سردار خلاص شدم. بعد از دست فرخ یک بار جستی ملخک، دو بار جستی ملخک، آخرش بخیر شود. آرام باش جواد، جهیدنت تمام. حالا وقتی بریدن پایهای ملخک رسید. تو کی هستی؟ می توانی مرا اجل نابهنگامی خود حساب کنی. کنی راه گرد. زیخ نشاب نوربانو. نه، همش خوب می شود، همش می گذرد. پدرت سیاحت می شود. انا تاکسی ایستاده است. می روند. در بالا همگی 2 نفر مانده است. معلوم می شود که دودی نو انگشته برآمده است. درون رفته گردنبند را می گیری. بعد برادر اوگه مرا به جهنم می فریستی. به این آماده ای؟
درون این پر از زهر است. درون خون که رفت در یکسانه میمیرد، عمیق میمیرد. از تیر تفنگ هم تاثیرناکتر است. دلم نمی شود که برادر اوگه من با دست دیگری کشته شود، اما چاره دیگری نیست. شرایط همین رو تقاضا می کند. کابیا آی نکن. صدایت همگاه خراش بوده است. یک سرود بود میدانی؟ ای محافظ، ای محافظ، تفنگچت را به من ده. تو دیوانه چی؟ از من چی میخوایی آخه؟ تفنگچت را میخواهم آخه. تو چرا ما را اینجا آوردی؟ برای آنکه دانم نجیب سردار را کی تیغ زد و همچنین تو را شکنجه دادنیم. فهمیدی اکنون؟ کمی شکنجه، کمی کیفیت. در دست من بوده را کارد تیز میگویند، در عرفیت این را کارد زهردار میگویند. در ما آن نامی دیگر هم دارد، شکنجه کارد. محکوم با نام گرسل نجیب سالی پیشین او را دستگیر کرده بود. گرسل؟ گرسل قمشی. گرسل؟ مگر ما این گرسل را سال گذشته محکوم نکرده بودیم؟ بله، همان به حیا به یادم آمد. بعدی 2 روز میبراید، همش همین. این با من چی دخل دارد؟ التماس میکنم مرا سرده. میتوانی روی، اما اینجا تنها یک دری برآمد دارد، آن هم دری جهنم. ایست یک چیزی دیگر از شاید دانستم خواهی. چی بوده است؟ این آن وقت بگویم که مرا رها کنی. اکنون میتوانی روی. به گردن بند نیا. به من فرقی ندارد که تو چی میدانی، به این هم میمیری. خواهی بگو، نخواهی نگو. این شب نفرت به بیمارخانه نزد نجیب می آید. او وظیفه دار است، نجیب را می کشد. در دست نجیب گردن بند است، در آن نقشه های تبادلات بوده است. گردن بند؟ نقشه ها؟ در حبسخانه روزنامه نگاره به نجیب داد، برای همین نجیب را کشتنی هستند. همش فهمم. همه میدانستگی هم همین. التماس مرا سرده اکنون روم. یگان مزار خویش و تبار داری؟ چی؟ نداشته باشی تو را خودم به خاک میسپارم.
умирапа ба фикрам ин гарданбанд аз наҷиб аст ҳангоми ҷарроҳӣ дар гарданаш буд. ташаккур. худоё якумин маротиба мебинам. чӣ будааст апа? дар гардани наҷиб будааст. زودتر باش زودتر باید برسم و ممدوح زنگ زنم نه به او چی میگویم ممدوح نمیشود نه رسیدم صبر سردارم شما را نجات میدیم апа ман каме ба ҳавои тоза мебароям шумо чӣ? ман ҳам мебароям. аз куҷо пайдо шуд ман намедонам. сардор ки ба худ омад мепурсем биёед. апа чӣ шуд ба шумо апа? бубахшед духтур. ҳеҷ гап не. аз саҳар то ҳозир чизе нахӯрдаед фишоратон афтидааст ҳатто дар поятон истода наметавонед. биёед апа ягон чиз хӯред биёед. амарҷон чӣ шуд ба шумо? қариб мекушти бачам ҳош аз сарам парид. бабахшед ман саросема будам. маълум аст мошинро ҳамин хел меронам магар. амарҷон ягон ҷоятон дард наёфт? не хубам дар ҳамин намози шумаро мекушти. бабахшед چی شد به این ماشین؟ خود به خود کار نمی کند. ای بلا زند چین زند این ماشین را. چی بلا زد تو رو؟ خدایا تشکر به شما. اکنون چی خیل؟ بهتر شدید؟ خوبم اما هوشم به نجیب است. زودتر شفا یابد. خدایا به ما رحم کن. شد اپا جان همین چای رو می نوشیم و می رویم. گفتم که شفا می یابد غمگین نشوید.
همین دو همین قدر سال گذشت یکان روز جدا نبودیم. از کار به خانه دیر می آمد، اما دیگر است. فکر می کنم که او ما را دیده ایستاده است و همین حالا ابروانش را به هم کشیده می پرسد زنک تو کجا بودی؟ آش را بیار. اپا اگر خواتیر شده باشد می رویم. نه مادامی که اومدیم جای را نوشیده می رویم. بله نجیب سردار، عمرت به آخر رسید، اما مداره نداری که سخنی واپسی میگویی. افسوس. حامیان فیلم در مرکز پرودوسری همصدا از ترکی به تاجیکی گردانیده شد. کارگردان و محرر غیور اشوری رستگان، مهندس ثبت آواز و تنظیم لطیف زوربی، ترجمان الهام ظهوریان، راهبر گروه ایجادی فرهاد سفر، پرودوسر کامل جان سفر. به نقش‌ها آواز دادند فیروز عمر، عاطف قادر، ناظم ملیک، ملاحت بانو، نسای محمد جان، سلطان مراد بابا مراد، شهرت رحمت الله، دولت عبیدالله، نظرمل موسی و دلربا بانو، صلاح الدین شکر، زهره بانو، فرقت، مهر نسا، خوشنود و دیگران.